شهرستان دهلوران. رود آب سیاه. اینجا دو تا چیز داره، یه چشمه قیره، چشمه آبه، آب معدنی، آب گرمشی از اینجا میزنه بیرون و این دیواره که داخلش چشمه قیر دهلوران است. هم که کوههای سر به فلک کشیده. قبلا اینجا فصل بود ولی خب دیوار کشیدن دور تا دورش هم ملت آتشخال ریختن، خیلی بی تربیتن، بعضی سطل انداختن که بکشن قیر.